سلام، من یسنام و اینجا باتون درباره کتابی که میخونم صحبت میکنم. خب خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. من این مدت اصلا ویدیو نگرفتم، مثلا هیچ کاری نکردم چون مریض شدم. اینم نگفته بودم تو پیج و اینا. حقیقتش یه روز حالم بد شد توی مترو و همه گفتم پنیک کردی. پنیکه، چیزی نیست. بعد خلاصه رفتیم پیگیر کردیم بیمارستان فلان فلان اینا و آخر سر فهمیدیم که قلبم یه رگ اضافه داره و قرار بود پریروز عمل بشم ولی کنسل شد عملم و 2 هفته دیگه قرار یعنی قرار 2 هفته دیگه عمل بشم و آره به خاطر این مدت اصلا تو مود ویدیو گرفتن نبودم. البته جوری نیستش که مثلا همش حالم بد باشه یا چیز زیاد خطرناکی باشه، ولی خب نباید بهم فشار وارد شه، نباید بهم استرس وارد شه، نباید خیلی تحرک کنم، خیلی جاها برم. برای همین یه مدت طولانیه که تو خونه موندم و هیچ جایی نمیرم و میشینم در دیوار نگاه میکنم، میشینم تمرین میکنم، ساز میزنم، کتاب میخونم و واقعا توی مودی نبودم که بیام اینجا و با شما صحبت کنم، اصلا به خودم برسم، آرایش کنم، این کارا میدونید. اما دیگه گفتم تنبلی بسته، به خودت بیا و پا شدم و آمدم اینجا جلوی دوربین و میخوام باهاتون درباره این کتاب شاهکار صحبت کنم. کتاب کاندید یا خوشباوری یا ساده دل از ولتر عزیزم. من این کتاب با ترجمه آقای محمود گودرزی از نشر افق خوندم و خیلی راضی بودم، خیلی روون بود، خیلی خوب بود. من هیچ مشکلی نداشتم با ترجمه و ویراست این کتاب و اگه نظر شخصی منو بخواید با این ترجمه بخونیدش، ولی فکر کنم نشر جامی هم ترجمهش کرده با اسم ساده دل اگه اشتباه نکنم که شنیدم، اونم خوبه. حالا باز نظر من رو اینه ولی خود دانید. این کتاب درباره کسیه به اسم کاندید که این آدم خیلی ساده دله، خیلی خوشباوره، خیلی خوشبینه که از بچگی تحت تعلیم یه فیلسوفی به اسم پانگلوس بوده که این فیلسوف بر این باوره که همه چیز به بهترین شکل ممکن اتفاق میفته تو بهترین جای جهان. همین تفکر و خوشباوری لایبنیتسی و ولتر میاد توی این کتاب این عقیده و این تفکر رو نقد میکنه و میگه که آقا اگه اینقدر همه چی عالی و خوبه پس چرا اینقدر درد و رنج توی دنیا هست؟ پس چرا همه دارن بدبختی میکشن اگه همه چی اینقدر عالی و خوش و خوب و بلبله؟ اینجا توی کتاب کاندید داره میگه که همه چیز به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت. دریای این دنیای جدید میارزد به دریاهای اروپای خودمان. این دریا آرامتر است، وزش بادها ثبات بیشتری دارد. بیشک دنیای جدید است که بهترین عالم ممکن است. اینجا من یه نوتی هم نوشتم، از روی میخونم. طنز تلخ و کوبنده ولتر علیه فلسفه خوشبینی افراطی. توی قرن 18 خیلی از روشنفکرها این دنیای جدید و یه فضا و دنیایی می‌دیدن که انقدر توش فساد و تعصب دینی و این تفکرات کهنه اروپا نباشه. که خب ولتر خودش تجربه تبعید داشت که یه تبعید میشه به انگلیس و با تفکر تاثیر روشنگری برمیگرده، ولی این کتاب بعدتر از اون تبعیدش می‌نویسه. تو سال 1759 این کتاب می‌نویسه. میشه گفت که یه جورایی این دنیای جدید آرزوی ولتر برای یک فرانسه جدید، فرانسه نوعه، اما در کل باز داره این تفکر لایبنیتسی رو نقد میکنه. این کتاب داره توی دورانی اتفاق میفته که فرانسه به انگلیس حمله کرده بود، 7 سال توی جنگ بودن و در آخر فرانسه جنگ رو توی جنگ شکست میخوره و آره توی این کتاب داره جنگ هم قشنگ به تصویر میکشه و ولتر میاد جنگ رو خیلی پوچ و ظالم و بد نشون میده. obviously جنگ چه چیز خوبی داره. و توی آخر کتاب کاندید به این نتیجه میرسه که تلاش توی زندگی، تجربیات زندگی، مسئولیت به دوش کشیدن و همه اینا خیلی مهمتر از یک حرف انتزاعیه و در آخر این حرف رو میگه که باید باغمون رو بکاریم، به این معنی که هر کی باید تلاش کنه برای زندگیش و اون تلاش و کاره که باعث میشه که بتونید به زندگی مطلوب و چیزی که میخواید برسید. در کل نمیدونم ویدیو خوبی از آب در اومد یا نه، خیلی یوهویی بود، خیلی هول هولکی شد
ولی خوشحالم که در هر حال اومدم جلوی دوربین نشستم باتون حرف زدم. بعد از یه مدت خیلی طولانی ویدیو یوتیوب گرفتم و درباره کتابی که بعد از مدت‌ها به دلم نشست. خیلی این کتاب واقعا به دلم نشست و صرفا اومدم ویدیو بگیرم که هم باتون یه صحبتی کرده باشم، هم این کتاب بهتون معرفی کنم. اگه نخوندید برید سراغش. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو تماشا کردید. خدا نگهدار.